ابتدا باید ماست رو حسابی هم بزنیم. خب عزیزان، این غلظت ماست در مراحل است. خب نمک رو بهش اضافه میکنیم. خب عزیزان، این مرحله ترکیب با آب. اینجا یه نیم ساعتی هم مرحله طول میکشه که حسابی دوغمون با آب مخلوط شه تا قوام بیاد. مرحله بعدی میره تو دستگاه همزن. اونجا هم یه نیم ساعتی با همزن برقی حسابی هم میخوره تا غلظتی که اومد به نظرمونه برسه. خب یکم عرق نعنا باید بریزیم تا طعم خوشمزه دوغ مرحله رو بگیره. این مرحله زمان زیادی از مرحله باید حسابی هم بخوره. هم غلظتش کم باشه. خب ما باید غلظت این اول تست بکنیم. دیدیم آماده است که دیگه آب هستش. خب تستش رو بگیریم. خوب نمکش عالیه و غلظتش زیاده. یکم دیگه باید بهش آب بزنیم. خب آماده است. این برای یکم مثل همون باید آماده بشه. وقتی آماده شد میبریمش تو همزن. الان میبینیم مقدار دو اینجا آماده کردیم از قبل. مثل این باید هم بخوره تا آماده بشه و بره داخل مخزن، اونجا خنک بشه و انشاءالله بره برای مصرف. آماده است و 400 وارد مخزنش می‌کنیم و برای خنک شدنش هم دکمه استارت دستگاه رو میزنیم.
بسم الله. آماده است و اینجا پایان کار. دوغ خوشمزه و آبی محلی. خب اینم از مرحله آخر دوغ محلی. خب اینم محصول نهایی دوغ محلی.